устод ҳамин ҳукумати тоғутии Тоҷикистон барои шумо маълум албат, агар мо бар зидди ҳамин ҳукумати тоғутии золими Тоҷикистон ба ҷанг бархезему, ё ки кушта шавем, ё ки касеро аз ҳукумати Тоҷикистон бикушем, устод ҳукми ҳамин чӣ бошад? این ویدیوناوار مخصوص برای همون نفرانی که بر ضد پرزیدنت گپ میزنن، بر ضد حکومت جمهوری تاجیکستان گپ میزنن، بر ضد دیگر حکومت گپ میزنن، بر ضد دیگر پرزیدنت گپ میزنن، خلاصه او را جهاد کردن در کره، او را ایخی کردن در کره. ما باید ما برای جهاد کنیم، بکشیم، وای کنیم، ایخی کنیم، فتنه کنیم، خلاصه نمیخواد. انا میگن که ما جهاد میکنیم، طاغوت میگن، نمی گپ کورو میگن. ببینید در ماه شریف رمضان ما را یک چند بار کفرم بردن از سبب چی؟ از سببی که ما ششمقو ما گوش میکنم. انا ما حیرانم یک استریم میکنیم، در وقت استریم خیلی ششمقو ما گوش میکنیم. ششمقو یگان جای حرامی ندارد. انا و همین تاجیکای خودمون میبرن تو ششمقو ما گوش میکنی، تو موسیقی گوش میکنی، تو کوری حرام کردی، تو کفری خلاصه تو نمیخلی. یا که لباس میپوشیم، لباس این همین به اوستین گوین، به اوستین میپوشیم. میدونن تو عیبا نمیداری، تو شرم نمیداری، تو کفر هستی، اسلام دنیست، وای نیست، ایخی نیست. مالی ایشم خیلی گذارنده با میگفتن که از سبب موپاس کنی، تو موتا پاس ایخی نکه، موتا رنگ کفی رو باری نکه، تو کفیری خیلی و خیلی. استغفرالله همیشه میگفتم با یک تبسم، با یک خنده، با یک گناه آدمو اهمیت میدادیم. اما ببینید که در زیر کامنتاریو انا در صفحه اجتماعی خیلی زیاد هستن افسوس که نمی آدمو میدونن شما برزدی چی طاغوت گپ نمیزنه، شما وای باید جنگ کردن در کره، وای کردن در کره، ایخی اوخه 10 تاش همه удалит میکنیم، 100 تاش удалит میکنیم، با 1000 تا دیگه پیدا میشن، نمیدونم یا یک جا پیدا میشن. افسوس زیاد. و از سببی که نمی گپ خبرو بسیار شده بود در دیگه دولت‌ها هم، چی در روسیه نمی میرن شمع میکشن، میرن تو لباس شورتی کنن پوش، دختره که روسا که دویده است شورتی که حرام کفری تو دست سودا نپوش. در ترکیه، در ایران، در دیگه دولت‌ها هم خیلی آدما هستن که همین چه گم اسلام یا نمو قبول میکنن که همین پری усердствуюда از حد میگذرونن. فهمیدید؟ از حد میگذرونن، یک چی میشه، فاناتیزم میشه دا. فهمیدید بردارا؟ و ببینید ما همه وقت میگفتیم که ای بردارو همین همسایه کشور خودمون رو ببینید، افغانستان چی گپ خبر است. آدمو گشنه نه برادر، آدمو دختراشون فرزنداشون میفروشن. فهمیدید؟ از سبب این بدبختی، فهمیدید؟ همین فاناتیزم، فهمیدید؟ دخترها نمیمونن برن یک دانش خونن، یک درس خونن. فهمیدید؟ اما عراق چی شد، همو سوریه چی شد، همو دیگه دولتایی که همین جنگ بانک شد چی شد، همین تاجیکستان خودمون جنگ شد چی شد برادر، ما همین دیگه مهاجر شدیم. فهمیدید؟ همین جنگ پدنواتی که همین 91 97 دبد. فهمیدید؟ بو همین آدمو پیدا میشن، خلاص و خلاص. فهمیدید؟ شکر کنی نمیتونن شکر کردن. فهمیدید؟ و ما همیشه دعوت میکنیم به یک فکری عقیده رسو عدالتی، یک شکر گذارونیم به همه نعمتهای خداوند کریم، به همینشم. و ببینید انا یک ویدیو نوار تماشا کردم، انا حتی یک افغانستانی هم دیده بودم که او گفته است بود که یک در صفحه اجتماعی در تیک تاک گفته بود که همین از افغانستان ما یک تاجیکستان اومدی پرزیدنت اومدی چی گپ میزنی همین شما. یک افغانستانی ما ببینید، یک افغانستانی گفته بود، ببخشید یادم نیست نامش. انا و دیروز نمی یک ویدیو نوار تماشا کردم، یک تاجیکستانی سوال میکرد ما چیزی طاغوتی داریم، چیزی وای داریم، حکومتی طاغوتی، ما باید بریم جنگ کنیم، ما اگر بمریم ما شهید میشیم، ما جنتی میشیم. نم خیلی خلاصه گوش کردم و خیلی با من معقول شد جوابی همین مرد. نمیدونم یکی از کدام عالم است، کدام افغانستانی یا که ایرانی، نمیدونم تاجیکستانی از کجاست، نمیدونم. لیکن در این نمی سخنای نمی جوابش ماده معقول شد. میمونم شد تا آخر بردارانی که این قبرزدی حکومت گپ میزنن گوش کنید. این قبرزدی همین جنگ میگوین گپ میزنن. انا بیا برو تماشا کنید. من دیگه ویدیو نوارشو نمیدونم این برداره، لیکن نمی ویدیو نوار میمونم ازی ما خیلی معقول شد برای که اویدی تاجیکایی که در روسیه، در ترکیه، در دیگه دولت‌ها چی گپ خبرای بود همش گفته است. انا خبو این فکری عقیده من است. اگر اشتباه کرده باشم مشکل نیست، اصلاح میشیم. گوش کنید تا آخر. تشکر زیاد. устод ҳамин ҳукумати тоғутии Тоҷикистон барои шумо маълум албат,
اگر ما بر ضد همین حکومت طاغوتی ظالم تاجیکستان با جنگ برخیزیم یا که کشته شویم یا که کسی را از حکومت تاجیکستان بکشیم، استاد حکم همین چی باشه؟ برادر عزیز، من قبلا در این مورد صحبت کرده بودم که این که انسان در مقابل یک حکومتی که حالا با او مخالفت داره، با او مشکل داره، بعضی از قوانینش، بعضی از اعمالی که انجام میده مخالف با قرآن و سنت و با احکام دین است، به این شکل بلند شدن، قیام کردن، جنگ کردن، این جایز نیست. این سبب ایجاد حرج و مرج میشه. ببینید مثلا الان شما برید در شهر خودتون مثلا بلند بشید 4 تا پلیس رو مثلا بکشید. خب همین پلیس ها کیا هستن؟ پسر عمه شما هستن، پسر دایی شما هستن، پسر خاله شما هستن، قوم خویش شما هستن، دور و نزدیک، به خاطر یک لقمه نانی رفتن در پلیس کار کردن. درست است یا نه؟ بله استاد. بله. الان شما بیاید اینا رو بکشید، چی میشه؟ دولت میاد شما رو میگیره میبره میندازه زندان. دولت میاد میبره شما رو میندازه زندان، براتون مثلا 20 سال 30 سال زندانی میکشه. بعدش یک حرج و مرج و یک به اصطلاح گدودی در اون منطقه به وجود میاد. یعنی نتیجه این کار چی است؟ خیلی از جوانهای ما اعمالی انجام میدن بدون بررسی، بدون تفکر، بدون تعقل که نتیجه عکس داره. متوجه هستید؟ جنگ کردن، قیام کردن، جهاد کردن بر اساس فتوای علما، بر اساس یک نظم، بر اساس یک امیر، بر اساس یک اعمال سنجیده صورت میگیره. نه اینکه هر کس در هر گوشه بلند شه، هر کسی که پیش آمد بکشه بگه الله اکبر من جهاد میکنم. این سبب میشه که در یک جامعه ناامنی، حرج و مرج ایجاد بشه و وقتی که حرج و مرج ایجاد شد همه از این حرج و مرج سوء استفاده میکنن و بزرگترین ضرر به کی میرسه؟ به عموم مردم میرسه. مثلا در زمان جنگ‌های داخلی در تاجیکستان، درست است؟ در اون زمان به چقدر زنها تجاوز شد، چقدر خانه ها آتیش کشیده شد. اکثر این اعمال رو کیا انجام میدادن؟ کسانی بودن که از این وضعیت سوء استفاده میکردن، از وضعیت جنگ سوء استفاده میکردن. خاصا در سالهای اول بعضی از این کمونیستا، بعضی از اقوامی که مثلا با تاجیکا دشمن بودن میومدن خانه‌هاشون آتیش میزدن، تجاوز میکردن، مالشون رو غارت میکردن. چون در یک جامعه وقتی که شیرازه حکومت از هم پاشید، امنیت از هم پاشید، بعد هر کسی از هر فرصت استفاده میکنه به نفع خودش. به خاطر همین در این گونه مسائل نباید که با احساسات و با عواطف برخورد کرد. که مثلا امروز شما تصور بکنید مثلا تحریک کردن به یک جوان تاجیک، گفتن که برو در استانبول مثلا خودتو در یک کلیسای منفجر بکن که اونجا کافرها هستن، اونها رو میکشی، فلان میشه، این میشه. رفت یک جوان احمق این کارو کرد. نتیجه چه شد؟ آمریکا سقوط کرد، اسرائیل از بین رفت، کفار نابود شدن. این برنامه یعنی منظم این رو بررسی کرده بودن که با این کارشون به تاجیکا ضربه بزنن. چی شد؟ در ترکیه 10 ها بلکه 100 ها مدارس دینی تاجیکا بودن. تاجیکا آزادانه بدون ویزا می اومدن اینجا درس می‌خواندن، درس دینی می‌خواندن. همه اینا رو بستن. ویزا هم برای تاجیکا الان نمیدن. ورود تاجیکا هم ممنوع شده، غیر از این که باید ویزا بگیرد، روادید رسمی بگیرد. یعنی این کار احمقانه یک جوان آیا به ضرر تاجیکای دیندار تمام شد یا به نفعشون؟ به ضرر تمام شد. یا کاری که در روسیه صورت گرفت، مثلا 3 تا جوان رفتن همون کار رو کردن، به ضرر مسلمان های تاجیک در روسیه تمام شد یا به نفعشون؟ به ضرر چند میلیون. به ضرر چند میلیون. به خاطر همین فریب این گروه های تکفیری که در تلگرام و در سوشال میدیا جوانها رو فریب میدن و بیایید اینو بکنید، برو اونجا خودتو منفجر کن، اینو بکش، اینو بزن، فریب اینها رو نخورید. ما باید جامعه رو بسازیم، ما باید جامعه رو بیدار بکنیم، ما باید دینداری، سطح سواد دینی جامعه رو بالا ببریم. امروز به جایی که یک جوان دیندار تاجیک بره خودش رو منفجر بکنه، بکشه، بره یک کانال یوتیوب درست بکنه، مردم رو به سوی دین دعوت بکنه. زندگی کردن در سایه دین خیلی مشکل تر است در این زمان از کشته شدن در راه دین. کشته شدن در راه دین خیلی آسان است، برو خودتو بکش. اما زندگی کردن به خاطر دین، زندگی کردن به خاطر دعوت، زندگی کردن به خاطر بیداری مردم، این خیلی مشکل تر است. بله استاد، مقصد ما
یعنی حاضر همی مردم مخالفای حکومت تاجیکستان اگر بگیریم، مخالفای حکومت تاجیکستان اگر یگان همی گروه جمع شوند و جوانو را جمع کنند مخالفا، اکنون ظاهری وایو را ما میبینیم چیزی که گپ میزنن یگان گپ خطا یا که بر ضد یگان قانون نگفته ایستند. اگر پای همین مبارزه ما جمع شیم و بر ضد حکومت مبارزه بریم، اگر چی در این مورد هم قبلا من صحبت کردم. خیلی از این گروهایی که امروز به نام اپوزیسیون یا مخالفین دولت تاجیکستان هستند یک شلغم شوربایی درست کردن. شلغم شوربا رو میدانید؟ نه. شوربا، ما در افغانستان شوربا میگن، در ایران آبگوشت میگن، در تاجیکستان نمیدونم بهش چی میگن. یک غذایی هست مثلا کرتاشکرت، سبزیرت، شلغم، هر چیز. فهمیدیم شلغم شوربا ساده‌تر میفهمونده دادا. همینی هر چیز داخل این میندازن، آبم میندازن، بعد این یک غذا درست میشود. درست؟ بله بله. خیلی از این اپوزیسیون تاجیکستان همین رقم است. در بینش رافیزی هست، در بینش سیکولار هست، در بینش بیدین هست، در بینش از هر دین و مذهبی هست. همه اینها چی میگن؟ ما میخواییم در تاجیکستان یک حکومت دموکراتیک بیاریم. درست؟ بله. خب بله. فردا همین گروه آمد در تاجیکستان، پیروز شد، حکومت رو به دستش گرفت. اون رافیزی میگه حق من رو بده، اون لیبرال میگه حق من رو بده، اون ملحد میگه حق من رو بده، اون دموکرات میگه حق من رو بده. توی بیچاره سنی که حکومت اسلامی میخواستی، دین میخواستی، شریعت میخواستی، در بین اینها کسی به شما یک لنگه کفش حکومت رو هم نمیدن. متوجه هستید؟ به خاطر همین در کنار گروه هایی باید انسان بایستد که هدفشان معلوم باشد، منهجشان معلوم باشد، نظام اساسیشان معلوم باشد، هدفشان واضح باشد. این که نه از هر گروهی بیان در داخل اونها وجود داشته باشد بعد بگد که ما یک دموکراسی میخوایم در تاجیکستان. این نمیشه. اینا فقط از احساسات جوانانی مثل شما استفاده میکنند. در آخر اولین قربانی هم شما خواهید بود. بله. تشکر از شما برادر.